خب بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروز رو شروع میکنیم به نام خدای بخشاینده و مهربان. درس امروز ما با تعقیب درس‌های گذشته در بحث ویندوز می باشد. ما در بخش سیستم آمده بودیم میگه سیتینگ. این موضوع رو امروز ما با شما کاور میکنیم. بخش اول ما داریم دیسپلی که در دیسپلی ما چی داریم؟ این بحث اول ما به خاطر تکست است. اگر ما خواسته باشیم هم تکست خطای روی صفحه دسکتاپ خود اگر خورده بزرگ بکنیم، از این موقعیت ما میتونیم که او را مدیریت بکنیم. فعلا ببینید اما تکستی که در روی صفحه دسکتاپ من به خاطر این ایکن قرار دارد یا در روی صفحه دیسپلی قرار دارد، در هر جایی که است به این سایز اپلای شده است. اگر ما خواسته باشم این را بزرگ بسازم، اینجا بالا هم نشان میده و این تطبیق نمیشه. چه زمانی تطبیق میشه؟ فعلا من تکست بزرگ میکنم تا زمانی که اپلای نگم و تکست من اما قوانینی که وضع کردم بالای تکست وضع نمیشه. باید به اساس زمانی که ما اما طبقی که چقدری که ما نیاز داشتیم خط را استاندارد میسازیم، باید اپلای میکنیم. این سر چی کلی از ما صفحات ما تطبیق میشه. چی در دیسپلی ما ببینید که ما عناوینی که مربوط به فایل های ما و ایکن های ما میشید تماما چی شده؟ بزرگ شده. اینیا قبلا با چقدر خرد بود. زمانی که ما از طریق سیتینگ رفتیم و تنظیمات و فونت خود مدیریت کردیم بزرگ شد. بعد استانداردش هم خرد باشه که بزرگش قدر جای اضافه هم میگیرد و عناوین صحیح نشان نمیده. دیگه پوینت چی داریم؟ make everything bigger. زمانی که را 100% اگر ما انتخاب بکنیم صفحه ما را میبینیم یک کمی با خود بزرگی انتخاب میکنه، خطا کوچک میشه و این 100%ش هم اندازه روی صفحه دیسپلی ما را نمایش میده. با زمانی که اگر ما خواسته باشیم کمی بزرگ نشان بده برای ما 125% قرار میدیم، اما خطای ما به شکل چی قرار میگیره؟ سایزش که برنامه ما و تکست ما در صفحه دیسپلی ما یک سایز خرد یا بزرگ به خود میگیره. خب دیگه change the size of apps and text on the other display. اگر ما خواسته باشیم در دیسپلی یه خوانده بدیم نه صفحه دیسپلی در یکی بر دو که هم در پروژکتور نشان میده. دو دیسپلی ما داریم، یکی بر دو هستی، یکیش مثلا کامپیوتریم است و یکیش صفحه پروژکتور. یکی بر دو اونمو تنظیماتی است که دیسپلی ما نمایش میده. ما دو دیسپلی فعلا داریم. یه خود در بحث دیسپلی ما براتون درس بدم. دیگه پوینت چی داریم؟ change the size and color of your cursor and mouse pointer. این خود در بخش ماوس خوندیم که ما اندازه ماوس ما خرد و بزرگ میکنیم. اگر خواسته باشیم از اینجا میتونیم اما رنگایش تغییرات برش ایجاد میکنیم و کنترل پانل در ماوسی رو براتون درس داد. دیگه من نمیخوام روی ازی بحث بکنم، میریم روی موضوعاتی که مربوط به تکست ما میشه. دیگه جا make everything bigger. ای که ما همو روشنایی که در بحث دیسپلی هم خواندیم، میشه دوباره بحث فونت و دیسپلی دوباره برای ما نمایش داده که میتونیم از این روشنایی روی صفحه دسکتاپ خود کم از زیاد بکنیم. دیگه show animation in window simple and personalized windows. اگر این آن باشد اونمو انیمیشن ویندوز ما را نشان میده، اگر این آف باشد نشان نمیده. show transparency in windows. ترانسپرنسی اون گفته میشود که اگر این آف باشد اونمو یک ترانسپرنسی که از ویندوز میگیرد. شما تصویر متوجه باشین زمانی که ما آن میکنم اما ترانسپرنسی خود از دست میده. از امو رنگی که ما در آنلی کالر که در مختص کالر در روی صفحه حساب خود مشخص میکردیم، از اون یک رنگ که وقتی که ایجاد میکنیم اما رنگ ایجا با خودش میگیره زمانی که چی باشه؟ آف باشه. از امو رنگ یا خصوصیات شایی با خودش میگیره. دیگه اتوماتیکلی hide scroll bars in windows. اگر اینو ما آف بکنیم scroll bars ما از ویندوز چی میشود؟ scroll bars اینی را گفته میشود. زمانی که ما آف میکنیم scroll bars در ویندوز اگر ما داشته باشیم بحثی
اسکرول بار سنمو این میره که ما طرف بالا پایین کش میکنیم تا ویندوز اگر ما بریم تا بس کنترل پنل اونجا باید اسکرول بار چی میشه گم میشه. اگر شما آن بکنیم اتوماتیک همون دوباره با وجود میاد. دیگه شو نوتیفیکیشن فور اینجا همون اعلانات ما که باید نشان داده شود در چند ثانیه، 5 ثانیه نشان داده شود، 7 ثانیه نشان داده شود، 15 ثانیه. اینجا همون زمان و مقدار چی را تعیین میکنین. همین نوتیفیکیشن شما که باید نشان داده شود از اینجا برای مشخص میکنین. شو دسکتاپ بک‌گراند ایمیجی همو بک‌گراند شما که مثلا نشان داده شود در کجا؟ در صفحه دسکتاپتون. ولی فعلا بک‌گراند نشان داده میشه. ما خیلی بک‌گراند داشتم از صفحه ویندوز، فعلا نیست. اون از بین بردیم کدام حالت گرفت، اما رنگ خالصی که ما انتخاب کردیم او را با خودش اختصاص داد. اگر دوباره ما را آن بکنیم از صفحه دسکتاپ خود بریم، اونمو حالا پشت سرش اونمو بک‌گراند اون رنگی خالصی که ما انتخاب کردیم او را موجود دارد و در میرو اما ویندوز ما که وقتی صفحه البوم ها میریم البوم انتخاب کرده بودیم ویندوز این هم وجود دارد. خواهد دیگه personalize your background and other colors. این بحثی personalize بود که background و کالر اینا را کلان ما بحث کردیم. نه بحثی background خواندیم، کالر خواندیم، لاک اسکرین کلی از این ما خوانده بودیم. دیگه اینجا کدام چیزی اضافه نمونده. ادنیشن دیسپلی سیتینگ اونمو بحث بیشتری تنظیمات دیسپلی را که اینجا پس دوباره ما را انتقال میده که ایرم خواندیم. دیگه همین ماوس پوینتر به خاطر چی استفاده میشه؟ به خاطر اونمو ماوس خود اگر بزرگ و کوچک بکنیم از جمع میتونیم. بعد موقع متوجه شده باشین ماوس بسیار بزرگ است، در کامپیوترانه اینقدر ماوس بزرگ است. ما خواسته باشیم که او را مدیریت بکنیم از جمع میشه. میتونیم که او را کوچک بسازیم یا بزرگ بسازیم. دیگه چون پوینتر که هست از اینجا میشه اما رنگ از او را ما چیز بکنیم، مدیریت بکنیم. اینجا ما زرد انتخاب میکنم، رنگ ماوس چی رقم شد؟ زرد شد. اگر ما بخوام آبی را تطبیق کنم سرش آبی میشه. اینجا میتونید که ماوس خدا شما تغییرات برش کنید. خالص سفید باشه از اینجا میتونید سفید انتخاب کنید، خالص سیاه باشه از اینجا میتونید سیاه انتخاب کنید و از اینجا میتونید که اما در جای سیاه میرین چی میکنه خدا؟ سیاه میکنه، سفید میکنه و در جای سفید میرین چی میکنه؟ سیاه میکنه. این نوع اینورتیدش میباشه و اینجا کستوم کالرش است که از اینجا میتونید شما رنگ برای ماوس انتخاب بکنید. خب دیگه چی گفته؟ change touch feedback. Show usually feedback around the touch point when I touch the screen. زمانی که تاچ باشه، ولی خب کامپیوتر ما تاچ نیست. تاچ که باشه ایرا ما که آن آف میکنیم باز میتونیم که از تاچ پوینت از او چی بکنیم؟ ما استفاده بکنیم. دیگه make visually feedback for touch points darker and large. اینا مو تاچ پوینت خدا میتونیم چی بکنیم؟ زمانی که با کلیک کردن ما کار میکنیم میتونیم که روی از اون تغییرات بریم که اونا لارج بکنیم، بزرگش بکنیم یا دارک امونا سیاه بسازیم زمانی که روش کلیک میکنیم واسه تاچ که اگر کار بکنیم. دیگه ادیشنال سیتینگ ماوس است. هم باسی بیشتری درباره ماوس است که اینجا انتقال میتونیم. ما که مثلا سلکت یور ماوس رایت باشد، لیفت باشه، اگر ما رایت انتخاب بکنم باز رایت و لیفتش اینجا هم بطنهای خدا چی قرار میتن. ولی ما از طرف رایت که کلیک میکنم چیز نه. تا زمانی که رایت کلیک نکنم رایت کلیک اما لیفت کلیک ما کجا مدیریت میکنیم. ولی اینکه ما رایت کلیک و لیفت کلیک داریم نه در تاچ بتن در کیبورد. زمانی که ما از اینجا بریم رایت کلیک کنیم مجبور اولین بار ما سر چی اینی تک ما را که میبینیم ما تو رایت کلیک نکنیم نشون نمیده. اول که بعد لیفت بود من لیفت انتخاب میکنم با لیفت کلیک میکنم این را برای ما نمایش میده. زمانی که اگر لیفت باشه رایت کلیک کنم نمایش نمیده. از اینجا رایت کلیک لیفت کلیک شما مدیریت میکنیم. دیگه کارسر اسپید اما سرعت چی را برای ما نشون میده؟ ماوس نشون میده. اگر ما سلو بکنیم سلو پشمه چقدر سلو شد نه. اگر بخوایم که اسپیدش زیاد بسازیم از اینجا میتونه که ما اما سرعت ماوس خدا بیشتر بسازیم. دیگه multiple lines at time. one screen at a time. اگر این انتخاب کنیم در یک اسکرین، ولی ما اگر مولتیپل اسکرین داشته باشیم در یک اسکرین میتونیم
اسکرول کنیم در دیگه اسکرین نمیتونه از ماوس. اگر بخوایم که مولتیپل لاین باشه در هر لاین بتونیم باز میتونیم که در هر لاین از چی بکنیم از ماوس استفاده بکنیم. دیگه choose how many lines to scroll each time. در هر تایم میگه انتخاب بکنید که اما اسکرول که میکنید ماوستون رو نه وقتی ماوستون رو میبرین هر زمانی که باشه میگه اگر دیسپلی مولتیپل باشه میگه باز چیز میکنه اما وقتی که ما فعال بسازیم سرعت کم زیاد بکنیم یا کم بکنیم باز هر لاین ما میتونیم که برای تطبیق بسازیم. دیگه اسکرول inactive windows when I hover over time. اگر زمانی که آف باشه وقتی زمان چی میکنه میگه اوور میکنیم چی برای ما نشون میده یا اسکرول inactive windows when I hover over them. زمانی که سر دیم سا که ما میبریم ماوسی خدا یک نوع تغییرات ایجاد میکنه براش. اگر زمانی که آف باشه بعدو دوباره هم تغییرات ایجاد نمیکنه. ببینید که سر ماوس میبرم خط ای زیر ماوس میشه نه او از کجا شد؟ از اینجا که مولتی لاین گرفتیم در هر لاین باید تغییرات بیاره. خب دیگه adjust mouse and cursor size است که باید هم اندازه شی پیشتری مرور کردیم. دیگه چی داریم؟ text cursor. ایچی میکنه زمانی که من ایره آن کرده باشم و اینجا که بیام برای من چیز میکنه ایره آن کرده باشم و اندازه شی یک مقدار انتخاب میکنیم اینی اندازه باشد. زمانی که ما نوشته میکنیم یک علامه چیز برای ما انتخاب میکنه یک علامه هم تو کرسری برای ما ایجاد میکنه. اگر ایره که آف بکنیم باید خود بعضی ویندوز هم یک مشکل دارن با نیاز به همون از بین بردن او داره. شما جو من در تکست کرسر می باید چیز میکنیم آف میکنیم دیگه از بین میره. اگر خواسته باشیم که همو اندازه از او را بزرگ بسازیم یا کوچک بسازیم باید از اینجا مدیریتش میکنیم. یعنی علامه که ما انتخاب میکنیم زمانی که یک چیزی را تایپ میکنیم و او ایجاد شده رفته نمیگیره اون را اگر خواسته باشیم بزرگ کوچک بسازیم از اینجا میشه و هر اندازه که شما خواسته باشیم. دیگه اینجا ما چی داریم؟ کاستوم کالر است که رنگ امو را میتونه خودتان ایجاد بکنی یک رنگ برش بسازیم. مثلا رنگ سبز نداشتیم من میخوام که ایرا بسازم دن میگم دوباره که اینجا میام او را فعال بسازم چی میکنه او رنگ سبز به خودش میگیره. دیگه اینی چی میکنه؟ اینی که از زمانی که ما ایرا زیاف میسازیم وقتی نوشته میکنیم اینی مقدار برای ما چی کده میره؟ سیاه کده میره. یک مقدار لیبل پیش برای ما ایجاد میکنه. این از کجا شده؟ از اینجا. ایرا در کامپیوترها اصلا نیاز نیست ایجاد کرده شد و گاهی اوقات اگر کسی باید مشکل سر میخوره شما میتونید که از اینجا مدیریتش بکنید بسازین. این صفر بکنید و اینجا آنش بسازین. این صفر بکنید اگر اون آن هم نسازین این تطبیق نمیشه و اگر او آن بود مکمل میتونید که او را آف بسازین و این تطبیقات کلان از بین میره. خب ماش پوینتر را خواندیم دیگه. اینجا داریم مگنیفایر نام زوم کردن میگه. خب مواردی که به خاطر زوم کردن استفاده میشه اگر ما ترون آن مگنیفایر بگیم آن بکنیم مگنیفایر با ما چی میکند؟ آن میکند. اینجا میام باز ما اینجا میتونیم که همو زوم بسازیم صفحه خدا اگر بخوایم که کم و بیش کنیم باز از اینجا میشه. دی بس همو زوم کردنی چی میباشد؟ کامپیوتر. دیگه اینجا اصلا مواردی درباره همین مگنیفایر وجود داره که اینجا خوب زیاد کم کردنی هم بالا بود. دیگه اینجا دیفالتش که است 100 با یک اندازه قرار میره. اگر 5% من ایره بگیرم حالا اگر زومش بکنم سیلو پیش اومد نه چقدر سیلو پیش میاد. زمانی که من ایره برم حالا در چند فیصد بود دیفالتش 100% بود. زمانی که من ایره یک بار کلیک میکنم خدا برابر میکنه. یک بار کلیک میکنم 200 میره و یک بار دیگه دوباره روی منفی کلیک میکنم در 100 قرار میده. اینجا ما تا 5% قرار دادیم نه ولی ما کلیک میکنم ببینید در چند شد 105. بار اول که در 100 قرار داده بودیم با یک کلیک در چند قدم میرسون؟ در 200. اینجا باید همون زوم لاینش شما میتونید که با شکل دیفالت بانیم چون که دیفالت قرار داره خودی ویندوز.
اینجا چی گفته؟ start magnifier after sign. اما مگنیفایر شما آغاز شود بعد از اینکه وارد شدین. چگونه؟ وقتی تگ مرکزی مونده شود ما زمانی که وارد چی میشیم؟ از لاگ، از صفحه لاگ وارد صفحه دیسپلی مون میشیم، اولین بار که نشان میده در روی صفحه مگنیفایر است. مگنیفایر در روی صفحه دیسپلی مون نشان میده اگر تگ مرکزی را بانیم، اگر نمونیم اونجا باز نشان نمیده. دیگه اینجا start magnifier before sign for everyone. اما علامه چی؟ زوم کردن ما میگه آغاز شما قبل از اینکه شما چی کنید؟ قبل از اینکه وارد شویم for everyone، از برای هر کس. یکی از ادمنستراتور است، یکی کسایی که به دیگه اکانت وارد میشه. ما میتونیم در کامپیوتر خود دوزان یوزر اکانت داشته باشیم. اگر از یک یوزر اکانت ما وارد شویم نشان میده و اگر ایرا ببینیم در ما هر دو یوزر اکانت ما وارد میشه اولین بار که نشان میده چی است؟ اونم علامه که خب پیشتر در اینجا براتون نشان دادم. آف میکنیم آن. اینمی علامه را در روی صفحه دیسپلی ما نشان میده. مثل که فعلا این قسم است نه، ما زمانی که از صفحه قفل وارد میشه اولین بار چیزی که میبینیم این نیست. از اونجا میتونید شما بازی را آن آف بکنید. خب دیگه این پایین چی داریم؟ smooth edge in image and text. اگر که استارت باشه خب مختص بالای ایمیج اما خط ما فوکس میکنه. الویت کالر تنها روی کالر میتونه تغییرات برش ایجاد بکند. دیگه اگر استارت کنیم اونمو تغییرات برای ما چی میکنن؟ در کالر ایجاد میکنن. اما روی صفحه دیسپلی ما رنگش تغییر داد این را آف میکنیم. زمانی که را بونیم بود تنها هم روی ایموجی و تکسی ما تغییرات میره و خلاص. دیگه چیم مگنیفایر ویو. اینجا چی گفته است؟ اگر ما دسکتاپ کنترل آل دی را بگیریم در این قرار بتیم نه صفحه دسکتاپ برای چگونه نمایش میتوالی مگنیفایر میکنه. اما جایی که ماوس هم میبرم این تو اول که بود کلا روی صفحه دسکتاپ من را چی میکرد؟ زوم میکرد. حالا چگونه زوم میکنه؟ صحیح که ما ماوس این طرف انتقال میدم یک صفحه بالا برای من جدا کرد. او از کجا شد؟ از اینجا. اگر من خواسته باشم که لنس بتم میبینید لنس شد روی هر موضوع ما برم. اگر این مگنیفایر زوم میکنم سعی کنین فقط همو عنوان با عنوان برای ما چی میکنه یا ایتم با ایتم برای ما زوم میکنه. از اینجا میتونید که شما او را مدیریت بکنید. اما به شکل دیفالت از این باید چی باشد؟ اونمو به شکل دیفالت باید فول اسکرین قرار بدیم. فول اسکرین قرار بدیم بود میتونید شما این از اینجا اما کل اسکرین تونه با توسط ماوس از جای خواسته باشین انتقال میکنید. دیگه ماوس پوینتر هسته که اون پوینتر ماوس ما را گم میکند وقتی در جای چیز انتقال بدیم. دیگه این را آف آن آف کردن. کیبورد فوکس روی کیبورد فوکس میکند. در تکست کارسر اون کارسر ماوس ما روی تکست ما کارسر وقتی انتقال میتیم او را میتونیم که چی کنه زوم کنه برای ما پیشتر که براتون نمایش دادم. دیگه اینجا چی داریم ما؟ keep the mouse pointer within the edges of this screen. بله؟ نیتو کارسر کدام؟ اینی نیرو کارسر این چیز میکنه زمانی که ما اینا آف بکنیم زوم که میکنیم اما مقدار بالا که ایجاد نشده بود بالا از اون تغییرات ایجاد کردن نمیتونیم کش کردن نمیتونیم این طرف طرف. keep the mouse pointer این فول اسکرین on the screen تنها این within the edge of the screen اگر دو اسکرین ما داشته باشیم بودی تطبیق می شود. دیگه keep the text cursor اما فقط روی متنهای ما میتونیم که زوم بکنیم اگر مولتیپل دیسپلی داشته باشیم. choose a modify کی اگر کنترل پلاس آلت بگیریم یا کپس لاک ای ازش میتونیم که بود انزرت یا کپس لاک انتخاب میکنیم. زمانی که من کپس لاک میکنم میبینین من میتونم که از طریق کپس لاک چی بکنم پیش بروم. کپس لاک تنها در چیز بود در پاک کردن خط این چیز. زمانی که من کپس لاک فعال میکنم ولی از طریق ماوس نمیتونم که بک بکنم، از طریق کپس لاک میتونم که بک کرده پیش برم.
باز اگر خواسته باشین کنترل پلاس آلت از اینجا میتونین که کنترل املای آلت ما که میگیرم با تغییرات براش ایجاد میکنم. دیگه انزرت هست و کپسلاک انزرت کلام بس یمی چیز میباشد. دیگه کالر فیلتر به خاطر چی؟ فیلتر کردن رنگای ما با کار برده میشه که طور آن کالر فیلتر اگر ما ایرا آن بکنیم و اینجا بیاییم فیلتر بکنیم رنگ خود را با سفید اگر خواسته باشیم اینجا میتونیم که رنگ خود را با چی انتخاب بکنیم و دیگه سایز اینجا میتونیم که دوباره با هم سایز این فیلتر کردن رنگ است دیگه فیلتر این تغییرات در رنگ آوردن. کلان میبینید آیکانای ما رو چی کرد؟ تغییر داد فیلتر شد اما رنگ روی صفحه دستای ما فیلتر شد با خاکستری ایجاد شد. اگر گل یلو را بیاریم میبینیم باز دیگه تغییرات برش ایجاد کرد. اگر ایده بیاریم میبینیم که با حالت رد گرین سرخ و سبز. اگر دوباره اینجا انتقال بدیم اونم تغییرات است که به خاطر فیلتر کردن رنگ در روی صفحه دسکتاپ ما ایجاد میشه. باز کسی اگر با این مشکل اگر مواجه شده باشه شما ازش میتونید که مدیریت بکنید دیگه کدام مشکل نداره. کالر ستینگ است که باسی کالر خود ما خوانده بودیم نه اینجا میگیم که یک وایت دار که بود کاستوم و کلازی را مشخص میکردیم از اینجا او را خواندیم. دیگه دیم ستینگ هم دیمس خواندیم نه ده بس کالر بود ماوس بود و اینجا میگیم دیمس را خواندیم و دیگه دستا وایکن ستینگ و وایکن ستینگ و کلی از اینجا ما ده پرسونالایز خواندیم. دیگه اینجا میمونم موضوع های کنتریست و نریتور و دیگه اودیو اینی چیزها اینا میمونیم به درس بعدیمون درس خرد اینجا استاب میکنیم. ومن الله توفیق.